که پای پرچمت خمیده بحر احترام و پیش هیچ قدرت در این جهان نمی خمد. و صبحی با سعادتت زی قله مراد خلق درفش کاویان تو چو آفتاب می دمد. معلوم است که موقع ارتش ملی را آماده باشی بلندی جنگی، تامینات اسلحه و تکنیکا، انتظام و مهارت و ملکه کسبی هیئت شخصی معین می‌کند. این است که به این مسائل از جانب تمام ساختارهای قدرتی و مقامات حفظ حقوق کشور دقت جدی ظاهر کرده می‌شود تا امنیت دولت و ملت، دخل ناپذیری حدود جمهوری، مستقلیت کامل، حفظ مرز و بوم اجدادی و حیات آسایشته مردم تاجیکستان عزیز همیشه تامین گردد.